بیا. اینجا امروز تاریخ 16 مرداد 1392 امیر از غار گل زرد که با سخت‌ترین شرایط اومد بیرون. امیر جان خسته نباشی. خسته نباشی. خب امروز چطور بود نظر خودت؟ عالی بود. تازه ما نتونستیم اون جایی که می‌خواستیم بریم اون مسیر اصلی، ولی نور خوب نداشتیم برای فیلم برداری. بعد الان ساعت 8 و 10 دقیقه شب، تا بریم پایین فکر کنم هوا کلا تاریک شده باشه. آره بریم عزیزم، بریم. باز یه بارم اینجا رو باز این پول پشتیامونه با امیریم. این امیرخان گله. اینجا صدای اینجا بزنی. اینجا هم که غاریه که گفته بودیم، غار این فلش غاره. یخ اومدید با این فلش پیدا کنید. دره اول یعنی از اون دهکده که رد میشین، دره اول دست راست دست چپ رو بیاین بالای 200-300 متر بالای کوه، بعد این فلش رو میبینید. فلش هم غار گل زرده. اینم آقای امیرخان و اینم خود من. مرسی، خداحافظ.